عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه در مصرع‌های شعری خود می‌فرماید: هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جذبه جان فرزند را پیوند نیست، حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. این موضوعی که بهر شما برادران تیار کردین درباره نعمت فرزند است. قصه بیان میکنن یک مرد بود، میگه زنش به حدوث میده، زن پاک دامن بود، زن خدا ترس بود. میگه همیشه کوشش میکردن که خداوند با اونها فرزند بده، به فرزند که بدن، در عشق فرزند، در محبت فرزند سوخته بدن. از بعضیا قدر فرزند نمیدونن، نه که بعضیا در حق فرزند میبرن. میگه هر روز اون زنش داد آی دیده میکرد، مثلا گریان میشید. یک روز میگه مرد به مسجد رفت که در مسجد یک عالم شیشته موعظه میکنه از آیه های کریمه سوره نوح که در قصه های پیشین با شما صحبت کرده بودم که الله متعال میفرماید: استعوذ بالله و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا و یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و یجعل لكم انهارا. این آیات ها را عالم تلاوت میکرد. در این آیات ها الله متعال میگه کسی که استغفار طلب مغفرت به سوی پروردگار زیاد میکنه، الله از آسمان با اونها باران میده و مالش میده. الله میگه با فرزندش میده. میگه این آیات وقتی که اون عالم تفسیر میکرد، این جوان میگه در اون مجلس اشتراک میکرد، لذت میبرد. کی باشه که میگفت این مجلس تمام شومون تیز خانه برم و زن از این مژده، از این خبر برخوردار کنم تا اینکه خرسند شود. میگه وقتی که از مسجد بیرون شد، این مرد میگه با یک لبخند و با یک خرسند، با یک اطمینان کامل پس زنش روانه شد. به خونه بعدا رسید، گفت یا زن، گفت من مشکلاتی که الله به فرزندی بالای من تو ورده است راهش یافتم. میگه زن میگه با یک آب دیده گریان گشت به طرف شوهرش، گفت که آیا طلاق میکنی؟ گفت نه. اون جوان همیشه مقصد بگیم خواهر و برادراش مقصد مجبورش میکردن که تا اینکه طلاق بده زنش. مرد گفت نه. گفت بلکه چی راهش یافتی؟ گفت راهش یافتم که یک عالم در مسجد موعظه کرد که الان من گوش کردم که الله متعال میگه کسی که همیشه استغفار برای خود اختیار کنه، همیشه استغفرالله زیاد بگه، خداوند برای اونها باران میده، باران رحمت میده و اونها را مالشون زیاد میکنه و خداوند با فرزندش میده و بعد مرش جنت برای اونها میده. الله متعال میگه هرچی با یک اطمینان کامل یقینا توکل به الله کردن، میگه صاحب کتاب میگه هر شب میگه از 100 بار زیاد استغفرالله میگفتن. میگه سال نگذشته بود که خداوند اونها را صاحب فرزند کرد. به همین خاطر با یک اطمینان کامل هر انسانی که از 100 بار زیاد این استغفار را بگه، استغفرالله زیاد بگه، ان شاء الله خداوند مهربان بهترین فرزند نصیبش میکنه.